بیمارخانه مرکزی ناحیه وسه ماه‌های نزدیک به استفاده انرژی طریق نیروی آفتاب شروع می‌نماید. بالای بام بنا باتری‌های آفتابی برای رسیدن به این هدف وصل کرده شدند. این لایحه متخصصان دولت آلمان میباشند. آنها مقصد دارند که اینجا آن را عملی نمایند. برای پورا به کار درآوردن تجهیزات باز اندک کارهای دیگر باقی ماندند. گفت به ما میرزاعلی خالف، یکی از متخصصان این ایستگاه. وقتی امیج اسبابای ما خاموش می شود، برق خاموش می شود، این با واسطه اتوماتیکی با کار می درآید، با بعضی جاها آب گرم و خنک تامین می کند. در حالتی که برق نباشد، ماده هست سولنشنی باتری میگن، اما خودش با واسطه اتوماتیکی همه بنا را با آب گرم تامین می کند. میرزاعلی در این ساحه با گذاشتن کورس‌های بازآموزی تجربه خوب دارد. اوید پیوست نمودن دستگاه‌های استحصال انرژی آفتابی از متخصصان آلمانی وقتی همراه آنها کار کردن خیلی چیزها را آموخته است. میرزاعلی میگوید که تا مورد استفاده قرار دادن باتری‌های آفتابی حالا آنها تنها با استفاده قوه نه چندان زیادی برق فعالیت منتظمی نگاه داشتن آب گرم را تامین می‌نمایند. اگر برق نباشد، مقصد که آفتاب باشد، نوری آفتاب چند قدر زیاد باشد، اما قدر ما تامین می شود. در این حجره باشد این تجهیزات ها به استحصال و نگاه داشتن کیسلارود نگارانده شده است. این تجهیزات ها هم امکان دارند انرژی را یک چند ساعت نگاه دارند. در صورت استفاده چنین تجهیزات های تواناییش از این بلند، اینجا دیگر خطای برق لازم نمی شوند. ما همین چیزا را اول переносной кислород بود، потом ما завод چادریم. به یگان چیز ما همین مقصد خودش переработка میکنه، خودش کیسلارود را میکشه یا تیار میکنه و اگر حالتی میشه که برق هم نباشه ما به یگان چی استفاده بوده میتوانیم. این یکی از حجره های بیمارخانه است. نگاه کنید، این واسطه ها امکان نمیدهند که تجهیزات های ضروری این حجره یکان دقیقه به قوه برق مانند. ما داریم سیپاب در اینجا با واسطه اکومولاتور به یگان مشکلی مقصد در کسل یاردم میکند، میمونه کیسلارود چیز باشه میکند. ما داریم UPS برای کوویس برای ایش هسته، مقصد حالتی که برق خاموش میشه ما به یگان مشکلی میتوانیم استفاده بریم. در خطر تجهیزات های طبی حالت نگهداری حجره ها با گرمی در فصل سرما با استفاده از فرش های گرمی دهنده سطح خدمت رسانی طبی را در بیمارخانه خیلی بهتر نموده است. عموما ما پچکه استفاده نمیبریم، یگام نمود پچکه اوگل استفاده نمیبریم، ما هزم استفاده نمیبریم. ما همه حجرهمون با تیوپلیپول تامین است. یعنی شما هوا و طبیعت ضرر نمیتین؟ ما ضرر نمیتیم. همه حجرهمون تامین است. کدام گرادوسی در کار است هم گرادوس نمیمونه. از بیمارخانه رفتیم طرف بازار. مرکز تجارتی نوری وسه، این کلانترین بازاری ناحیه وسه است. اعظم محمد جانوف تاجر است. او روشنی دکانش را از نوری آفتاب میگیرد. در این بازار او نخستین شده بالای بام دکانش باتری آفتابی گذاشته با اکومولاتور و یک تجهیزات دیگر روشنی دکانش را دائمی تامین می‌نماید. خوبیش همه که رصد نداره، یعنی میزنیم میا خودش سول نشان میده، اینا گریون اینا دیده سن میا کنترل کرده میا کیلومتر ده هم کیلومتر زریاد میگیره هم سوید هست. غیر از خود آیا قوای برق استفاده نمیبره؟ نه اینجا قوای برق بزرگ ماده استفاده نمیبرن، فقط سولنشین استفاده میبرن. همه استفاده میبرن؟ همه سولنشین استفاده میبرن. برای به خطری نغزای، برای به خطری سولنشین بسیار نغزای. در خونه ندارم، نه که خیلی استفاده هم باری میشه وقتی، نه که خیلی اینجا استفاده بودیم. ای خونه در اینجا بسیاریم. اما شما فکر کسی که بکنیم اما نصیب کارم میخوام. این اقدام اعظم 5 سال پیش بود. بعد این دیگر بازارنشینان به اعظم پیروی کردند. زیاده از 2000 نفر در چنین دکان‌ها که با فعالیت تجارتی اینجا مشغول هستند، همه آنها از پی استفاده نور آفتابی هستند. امروز همه تاجران از باتری‌های آفتابی استفاده میبرند.